این سومین ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی حروف کالیگرافیه. با دیدن دو ویدیو قبلی که لینکش در بالای همین ویدیو و قسمت توضیحات هست، اصول اولیه کالیگرافی و حروف الفبا از الف تا 3 رو یاد میگیریم. گفتیم که همیشه قلم رو در زاویه درست اون باید نگه داریم. برای نوشتن اولین مدل از حروف جیم تا خ، زاویه قلم باید 45 درجه باشه و شروع میکنیم. از چپ با کل پهنای قلم کمی به بالا رفته و بعد با کل پهنای قلم متمایل به پایین و سمت راست میکشیم. حرکت بعدی مثل سومین مدل ب که بهتون آموزش دادمه. برای دیدن ویدیو اون میتونید لینک بالای صفحه رو بزنید. پس گفتیم که شکل اول با 2 حرکت نوشته میشه که حرکت دوم از دل قسمت اول باید کشیده بشه به این صورت. این مدل ها نوع چسبون اون به حروف دیگه هستن. شکل بعدی کلش مثل مدل اول نوشته میشه، منتها برای زیبایی بیشتر میتونیم به سر اون یک الف کرشمه‌دار اضافه کنیم. لینک آموزش انواع مدل حرف الف هم برای دسترسی راحت‌ترتون در بالای همین صفحه قرار داده شده. و نوشتن اون بدون وقفه به این صورته، با 3 حرکت که گفتم به این شکل. زاویه قلم برای شکل بعدی هم 45 درجه است. قسمت اولش مثل قسمت های اولیه که گفته شده، منتها انتهای اون رو نازک و کمی رو به بالا تموم میکنیم. حرکت بعدی دقیقاً مثل بالایی است. از راست به چپ نوشته میشه و میتونیم برای زیبایی بیشتر مثل مدل بالایی یک الف کرشمه‌دار هم به اون اضافه کنیم. برای نوشتن کامل اون دقت کنید. حرکت اول رو مینویسیم، حرکت بعدی از زیر اون نه از داخل نوشته کشیده میشه و در انتها الف کرشمه‌دار رو بهش وصل میکنیم. شکل بعدی رو با 2 نوع سر مختلف میتونیم بنویسیم، ولی حرکت دوم و سومشون یکیه. با زاویه 45 درجه شروع میکنیم مثل مدل بالایی. حرکت بعدیش مثل کشیدن 1/4 یک دایره است، ولی با شروع پهن و انتهای نازک. و در آخر باز یک الف کرشمه‌دار رو میتونیم اضافه کنیم. دقت کنید حرکت دوم از دل نوشته اول بیرون میاد. تا اینجا تقریبا تمام مدل ها ترکیب نمونه هایی میشه که با هم یاد گرفتیم. حرکت اول این مدل مثل اولین نمونه آموزشی همین ویدیوه و ادامه اون مثل مدل قبلی که یاد گرفتیم. برای آموزش جامع‌تر چند مدل دیگر رو هم در ادامه بهتون یاد میدم. اول یه ب قوسدار میکشیم، این میشه حرکت اوله. بعد از 1/3 اون شروع میکنیم نازک از چپ به راست اینطوری میکشیم. هر چقدر هم به سمت راست میریم پهن‌تر میشه. و شکل بعدی سرش با تمام پهنای قلم کشیده میشه و در انتها یه خط باریک رو به پایین. شکل بعدی حرکت اول و دوم با کل پهنای قلم
از سمت چپ به سمت راست و در انتها باز یه خط باریک رو به پایین. حتما به نقطه شروع و پایان هر حرکت دقت کنید. تمام اشکالی که یاد گرفتیم حروف چسبان بودن و حالا شکل حروف جیم، چه، خ، آخر و غیر چسبان. اولینش مثل مدل 4میه که یاد گرفتیم، اما در انتها یک الف کرشمه دار به شکم اون اضافه میکنیم. شکل بعدی باز با همون صورته، اما با 2 حرکت که شکمش باید از سر اون عقب تر باشه. با همین شکل شکم قبلی منتها با سر متفاوتم میشه یه مدل دیگه از اون رو نوشت به این صورت. تو ویدیوی معرفی ابزار کالیگرافی به طور مفصل با وسایل مختلف آشنا شدیم که یکی از اونها ماژیک‌های سرکج هستند. من یه نمونه با ماژیک سرکج نوشتم. با سابسکرایب کردن کانال من ویدیوی آموزشی بعدی رو از دست نمیدید. هر سوالی هم که در پروسه یادگیری داشتین در قسمت کامنت ها بنویسید که حتما بهتون جواب